افسانه خلق تاجیک فرشته ماه. بود نبود در زمان قدیم پادشاهی بود. او فرزند نداشت. روزی از روزها به آینه نظر کرده دید که بریشش سفیدی دمیده رویش را آشنگ پخش کرده است. غمگین شد و خود به خود گفت افسوس پسری ندارم که به جای من به تخت پادشاهی نشیند. پادشاه همین خیل غمگین و آزرده خاطر روز به سر می برد. ولی روز زنش به وی خبری خوش گفت. پادشاه این خبر را شنیده در تمام مملکت اعلام کرد که اگر زنش پسر زاید و در همان روز در خاندانی کسی دیگر نیز پسر به دنیا بیاید او را به فرزندی قبول خواهد کرد. 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت گذشت و در خاندان پادشاه پسر به دنیا آمد. همان روز یک پادبان نیز پسردار شد. پادشاه پسری پادبان را نیز فرزندی خود خواند. بچه ها 4 ساله شدند و به سین مکتب خوانی رسیدند. پادشاه هر دو را به مکتب داد. پسری پادبان با شوق می خواند. خوش ذهن بود. معنی کتاب ها را برای شاهزاده می فهماند. شاهزاده هم با میل و رغبت می خواند. اما ذهن پسری پادبان تیزتر بود و عقلش رساتر. رفته رفته بچه ها کلان شدند و خون جوانی در وجودشان به جوش آمد و به گرد و اطراف به شکار برآمدند. یک روز هر دو به شکار می رفتند که شاهزاده در نزدیک یک دیهه مرغی را دیده تیر انداخت. این وقت در حولی پیرزن نشسته کرباس می تنید. مرغی بسمیل بر روی کرباس پیرزن افتاد و تارهای کرباس تیت و خونالود شدند. شاهزاده از پی صید خود به حولی درآمد. ای جوان، گفت پیرزن، کاری بد کردی. الهی گرفتار عشق فرشته ماه شوی. ای مادر، گفت شاهزاده حیران شده، فرشته ماه کیست و در کجا زندگی می کند؟ فرشته ماهی زیبا و دانا، جواب داد پیرزن، از اینجا دور در طرف غروب آفتاب در پسی 7 عقبه بلند زندگی می کند. وی چنان نازنین، چنان عاقل است که مثلش در دنیا نیست. هزاران جوان مردان گرفتار عشق او شدند و در گرد او تار می تنند. الحال هیچ کس با طبع او موافق نآمده است. شاهزاده این گپ را شنیده فی الحال برگشت. هنوز به دروازه قصر نرسیده خبر دادند که پدرش منتظر است. پسرم، گفت پادشاه، من پیر شدم. بعد از سر من پادشاه این مملکت تو می شوی. به این کار باید آماده شوی. بیا خزینه و دفینه پادشاهی را برایت نشان بدهم. تو باید بدانی که در کجا چی هست و کدام وقت چی را استفاده کردن لازم است. شاهزاده از پدرش پرسید، ای پدر مهربان، جهان خوردن خوب است یا جهان گشتن؟ یک جا نشستن خوب است یا دنیا دیدن؟ پدرش گفت، ای فرزند عزیز، جهان گشتن، دنیا دیدن بهتر است. بسیار جایها، بسیار خلقها را میبینی. دانشت می افزاید، عقلت رسا می شود. این طور باشد. گفت شاهزاده، اجازت بدهید
من اول سیر عالم کنم. پادشاه به پسرش اجازت داد. شاهزاده پسری پادبان را همراهش گرفته به سیر دنیا برآمد. آنها رفتند و رفتند، چند شب و چند روز راه طی کرده از 7 عقبه گذشته به یک شهری عظیم رسیدند و به یک کوچه در آمده دری حولی را کوفتند. پیرزنی برآمد. پسری پادبان به پیرزن گفت: سلام مادر جان، ما مسافریم، جای ندارید که 1-2 روز استقامت کنیم؟ ای فرزند عزیز، گفت پیرزن، یک خانه‌چه دارم، سرم غنجد پایم نمی غنجد، پایم غنجد سرم نمی غنجد. پسری پادشاه کمی به او طلا داد. پیرزن طلاها را گرفته خرسند شده گفت: درآیید، خانه کلان و وسیع دارم، چند وقت خواهید اینجا باشید؟ پیرزن کلپچه پرداخت، دسترخوان گسترد، نان آورد، چای آورد، خوراک پخت. تا نصف شب صحبت کرده نشستند و بعد پیرزن جایگه پرتافت و گفت: فرزندان عزیز، زینهار شبانه به کوچه نبرایید که عاقبت خوب ندارد. در جایگه پسری پادبان فکر کرد که شبانه چه حادثه روی میداده باشد که بیرون برآمدن ممکن است. یک بار برآمده فهمیدن لازم. وی با همین فکر پسری پادشاه را بیدار کرده گفت: ای برادر، خیز، ما مگر خواب روی آمدیم؟ برایم ببینیم که در بیرون چه گپ است. هر دو خیستند و برآمده دیدند که نصف شهر تاریک، نصف دیگرش مثل روز روشن. چنان روشن است که در آنجا موزدوزها می دوزند، دوریدگرها دوریدگری می کنند. حیران شده خیلی وقت تماشا کردند و آمده خواب رفتند. ای مادر مهربان، گفت به پیرزن پسری پادبان، عجایب سیره بود که ما شب دیدیم. پیرزن گفت: ای فرزندان، مگر شبانه به بیرون برآمدید؟ آره برآمدیم، گفتند برابر هر دو. برای چی یک طرف شهر روشن، طرف دیگرش تاریک بود؟ پیرزن گفت: پسرانم، نغز نکردید که از این سیر با خبر شدید. دانستن آن به سرتان تشویش می آرد. بگویید چه سیر است؟ شاهزاده و پسری پادبان پیرزن را به حال خود نمانده پرسیدند: این روشنی نور جمال فرشته ماه است. به کدام طرف که رو گردانیده خواب کند، همان طرف روشن می شود و هر جوانمرد از این سیر خبر یابد عاشقش می شود. بنابراین من نخواستم که شما مثل دیگران گرفتار عشق او شوید. پسری پادبان گفت: مادری مهربان، قربانی زبان شیرینتون بشویم که نام فرشته ماه نازنین رو به زبان آوردید. برادر من کیها گرفتار عشق و مشتاق دیدار اوست. ما به این شهر محض به سراغ او آمدیم. پیرزن کمی فکر کرد و گفت: شاهزاده و وزیرزاده های زیاده به سراغ او آمده به مرادشان رسیده نتوانستند و شما چطور می رسید؟ حالا نمیدانیم، جواب داد پسری پادبان. ما یا جان می دهیم یا به مرادمان خواهیم رسید. بعد آنها از گفته پیرزن فهمیدند که فرشته ماه شرط داشته است و کسی به دیدار او رسیده می توانسته است که شرطهایش را اجرا کند. پسری پادشاه و پسری پادبان به نزد دختر روان شدند. آنها را پیشاز گرفته به درون یک خانه کلان بردند.
آنجا از پسی پرده آواز به گوششان رسید: من یک شرط دارم، کسی به مرادش می رسد که این شرط را اجرا کند. چه شرط است؟ پرسیدند پسری پادشاه و پسری پادبان. من در روی بستر نشستم، فریاد نبرآورده، دست نرسانده، حرکتی زیاد نکرده. کاری کنید که مرا تا روز خواب نبرد. شاهزاده راضی شده همانجا ماند. پسری پادبان به خانه پیرزن رفت، اما شاهزاده تمام شب علاج بیدار کردن دختر را نیافت. عاقبت خودش را هم خواب برد. پگاهی بیدار شده فهمید که شرط را بای داده است. غمگین و آزرده خاطر به خانه پیرزن آمد. پسری پادبان او را تسکین داده گفت: برادر عزیز، غم مخور، من کوشش میکنم که شرط دختر را اجرا کنم. اجرا که کردم، دختر از آن توست. همان روز پسری پادبان از چوب لختک تراشیده بیگاهی به پیش فرشته ماه رفته به اجرای شرط تیار بودن خود را معلوم کرد. در پس پرده فرشته ماه انتظار می نشست. پسری پادبان لختکش را برآورده به وی نگاهی معنیدار کرد و بعد به بازی شروع کرده به لختک گفت: ای دوست عزیز، تو در زیرکی و خیرتمندی آوازه داری. خیلی وقت است که سری چند واقعه فکر من بند است. تو در حل این مشکلات به من یاری برسان. پسری پادبان با آواز مهین از نام لختک جواب گفت: بگوی چه واقعه بوده است؟ دختر خود به خود گفت: عجبا، این خیرتمندی مهین آواز چه مخلوقی هست و این جوان کیست؟ این را گفته معنیدارانه به طرف جوان نظر انداخت. لختک لب جنبانیده بازی کنان به گپ در آمد و این عجایبات دقت فرشته ماه را به خود جلب کرد. ای دوست عزیز، گفت پسری پادبان به لختک، در یک شهر قرعه انداز بوده است. او قرعه کشیده معلوم کرده است که دختری پادشاه مصر که در زیبایی بی مثل و مانند بوده است به بیماری سخت گرفتار شده. طبیبان آن مملکت درد او را دوا کرده نتوانستند. پادشاه اعلان کرده است که هر کسی که دخترش را طبابت کند او را با مال و ملک زیاد به همان کس نکاح کرده خواهد داد. قرعه انداز واقعه را به طبیب حکایت کرد. صد افسوس، میگوید طبیب، آنجا خیلی دور است، وگرنه من رفته در طول 3 روز صحت و سلامتش میکردم. از این واقعه چوب تراش با خبر شده اسب چوبین می سازد و هر 3 آنها به آن سوار شده در یک مدتی کوتاه به مصر می روند. طبیب دختر را طبابت می کند. پادشاه او را با انعام زیاد به طبیب دادنی می شود. این کار را دیده قرعه کش و چوب تراش جنجال می بردارند. قرعه کش می گوید: دختر حق من است. اگر من قرعه نمی کشیدم بیماری او به طبیب معلوم نمی شد و او صحت نمی شد. چوب تراش می گوید: دختر حق من است. اگر من اسب پران رو نمی ساختم طبیب هیچگاه اینجا آمده نمی توانست. طبیب هم دعوا پیش می آرد: دختر حق حلال من است، زیرا من نمی شدم. قرعه کشی و اسب پرانی تو به دختر فایده نمی بخشید.
همین طور مناظره آنها خیلی دوام کرده. پادشاه و عاقلان آن مملکت در حل این مسئله عاجز ماندند. من این واقعه را شنیده به چنین خلاصه آمدم که دختر حقی قرعه کش است، چون که به هنری او چوب تراش و طبیب هیچگاه روی دختر را نمی دیدند. نه گفت سرچه خود را جنبانیده لختک. تو خطا میکنی. به دختر پیش از همه چوب تراش حق دارد. اگر او نمیشد قرعه کش و طبیب کاری کرده نمیتوانستند. گپی تو راست دوستی عزیز، گفت پسری پادبان. تنها تو میتوانی حقی گپ را بگویی. فرشته ما خود را به خواب انداخته باشد هم این حرفها را با دقت گوش میکرد. بنابراین سری خود را برداشت و گفت فکری هر دویتان هم نادرست است. به دختر از همه زیاد طبیب حق دارد، زیرا با شرافت دانش او بیمار جان گرفت و صحت و سلامت شد. ای دوست مهربان، گفت پسری پادبان از نو به لختک، حق بر جانب فرشته ماهی نازنین است. ولی کی هاست که یک واقعی از این هم عجیبتر دقت مرا به خود جلب کرده است. من آن را نقل می کنم و باوری دارم که این دفعه تو خطا نمی کنی و فرشته ماهی نازنین جوابی تو را قبول می کند. بگوی چه واقعه بوده است؟ گفت لختک در کف دست جوان به جست و خیز در آمده. پادشاه بود. گفت پسری پادبان. وی یک بلبل داشت. بلبل را به قفسی طلا انداخته در صحن باغش آویخته مانده بود و هر روز چهچه او را گوش کرده لذت می برد. روز پادشاه چهچه بلبل را گوش کرده می نشست که ناگاه دو بلبل دیگر پرواز کرده آمده بر روی قفس نشستند و بلبلان با همدیگر چیزی گفتند و آن دو بلبل پریده رفتند. پادشاه به نزد قفس آمد و از بلبلش پرسید آنها که بودند و به تو چه گفتند؟ آنها خویشاوندان منند. پادشاهی مملکت بلبلان بزمی کلانی برپا کرده است. آنها مرا به بزم دعوت کردند. من گفتم که آزاد نیستم، در قفسم رفته نمیتوانم. آنها افسوس خوردند و پریده رفتند. با علم جواب داد بلبل. پادشاه فکر کرده گفت اگر من تو را 2-3 روزه جواب بدهم از مملکت بلبلان به من چه میاری؟ از شهر بلبلان یک دانه زردالو میارم. گفت بلبل دانه را میشینانی در بین 40 روز درختی کلان میشود. پادشاه بلبل را از قفس آزاد کرد. بلبل بعد از 3 روز موافق وعده‌اش یک دانه زردالو آورد. دانه را شیناندند. در بین 40 روز درختی کلان و سرشاخ و برگ شده میوه‌اش پخت. روزی 41 پادشاه به باغبان فرمود که از میوه‌اش یک دانه گرفته بیارد. باغبان از زیر درخت یک دانه زردالوی افتیده را آورد. پادشاه یک پیری برجامانده را آورده زردالو را به او خوراند. پیر همان زمان افتاد و مرد. پادشاه فرمود که فوراً سری بلبل فریبگر را از تنش جدا سازند. فرمان او را اجرا کردند و بلبل از جان شیرینش جدا شد. قصه زردالوی آدمکش در شهر
آوازه شده به گوش موی سفید رسید که از غایت پیری و کمبغلی و به کسی از جان شیرینش سیر شده بود. موی سفید خواست که رفته از همان زردالو بخورد و جان به حق بسپارد و از عذاب و مشقت خلاص شود. وی به باغ آمده دست لرزان خود را به شاخ زردالوی پخته دراز کرد و 2-3 دانه خورده انتظار مرگش شد، اما برخلاف چشم دوخت خود را دم به دم بردم و پرقوت حس می کرد. یا عجبا، گفت موی سفید دست بر ریشش برده، اما دستش به منه جوانی بیریش رسید. وی حیران شده به لب جوی رفته به آب نگاه کرده عکسی جوانی را دید که خیلی نازنین بود. در همان اثنا باغبان آمد و او را دوست گمان کرده بسته به نزد پادشاه برد. شخصی به دزدی عیبدار شده به پادشاه گفت که پیر بود، بعد خوردن زردالو زود به خبر جوان شد و دیگر چیزی را نمی داند. پادشاه حیران شده گفت این چی خیل باشد؟ چرا آن پیر مرد؟ هم پادشاه و هم باغبان از آن بیخبر بودند که به زردالویی که به زمین افتاده بود مار زهر زده بود. ای دوستی عزیز، اکنون تو بگوی، گفت پسری پادبان به لختک، به مرگ بلبل و پیرمرد کی عیب دارست؟ البته باغبان، گفت لختک، زردالو را از شاخ درخت نگرفته از زمین برداشته بردن او باعث مرگ شد. گپ درست، گفت پسری پادبان، گنهگار باغبان است. فرشته ما احتراز کرده گفت ای جوان مرد، این خلاصه شما غلط است. گنهگار اساسی پادشاه است. او را لازم بود که پیش از به جزا رسانیدن بلبل نکوکار واقعه را تفتیش میکرد. کوتاه اندیشی و شتابکاری پادشاه سبب قربانی های بیهوده می شوند. پسری پادبان به لختک رو آورده گفت ای دوستی جانی، این دفعه هم تو خطا کردی و جواب تو به فرشته ماهی نازنین معقول نآمد. تو باید در نزد این دختری در حسن و جمال و خیرتمندی به همتا زیرکی خود را نشان بدهی. اکنون یک واقعه دیگر را نقل می کنم، تو با دقت گوش کن و فکر خود را بگوی. خب نقل کن، گفت لختک. پسری پادبان حکایه را آغاز کرد. در یک کنج مملکت ما در 2 ساحل دریا 2 دیهه واقع است. دیهه ها را پلی کلان چوبی با هم می پیوندد. چند وقت پیش در آنجا راهزنی پیدا شد و سر و لباس و مال و اموال راهگذرها را غارت کرده خودشان را به دریا می پرتافت. ولی روزی شد که این راهزنی بی رحم و شفقت یک کسی را با لباسی قیمت بها غارت نکرده به دریا نپرتافت، بلکه با حرمتی زیاد تا آن ساحل گسیل کرد. پسری پادبان با سخنش را ادامه داد. در یکی از دیهه ها چوپان پسری زندگی می کرد. او جوانی قابل، زیبا و با آداب بود. وی به دختری همسایش با دختری نازنین دل داده بود و دختر هم جوان را از دل و جان دوست می داشت. آنها هر زمان پنهانی با هم وامی خوردند. لذتی هر واخوری محبت آنها را دوچند می کرد. کار به جای رسید که 1 دقیقه از یکدیگر دور بودن برایش طاقت نافرسا بود.
در همین اثنا واقعه روی داد و بر ریشه دوستی آنها نیشی تیشه رسید. یک مرد دولتمند خبری زیبایی دختر را شنیده او را به پسری خود دادنی شد. وی به خانه بای خواستگار فرستاد. بای هم پسری دولتمند را به دختری خود مناسب دانسته راضی شد و به اعتراض دخترش نگاه نکرده او را به شوهر داد. دختر به سری سخت و بختی بدی خود لعنت خوانده قرار داد که خود را نابود کرده از این بلا خلاص می شود. به این مقصد کرد را در آستین پنهان کرده انتظاری پیش آمدی خود شد. توی گذشت، داماد به پیش دختر درآمد. دختر در یک کنج خانه چون کبگی از باز رمیده سری خود را درون کشیده محزون و غمگین نشسته بود. همین که جوان به او نزدیک شدن خواست از جایش خیست و کرد را برآورده گفت: به من نزدیک نشو که یا خود را یا تو را میکشم. داماد حیران شده پرسید: چرا؟ گناه من چیست؟ دختر گفت: من یک جوانی دیگر را دوست می دارم. مرا به تو مجبوران دادند و از یاری دلخواهم جدا کردند. به او به من زندگی حرام است. داماد به دختر گفت: اگر این طور باشد حاضر خسته نزد دلخواهت برو و با او زندگی کن. دختر چیزی نگفته شبانگاه از خانه به در رفت. به لب دریا رسید. از پل بالای دریا می گذشت که همان راهزن از پیشش برآمد. راهزن دختری خوش لباسی نازنین را دیده حیران شده پرسید: عجبا، در این نیمه شب دلیرترین مردان هم جرأتی به اینجا آمدن را ندارند. از جسارت تو من حیرانم. به کدام مقصد راه پیش گرفتی؟ کجا می روی؟ دختر واقعه را نقل کرد. راهزن به دختر رحمش آمده گفت: رو، بخت یارت باد. دختر به خانه دوست داشته‌اش آمد. چوپان پسر هنوز نخوابیده بود. چشمان او از گریه سرخ، چهرهش از درد و الم زرد شده بودند. دختر او را تسلی داده گفت: دیگر غم مخور عزیز من، از همین روز سر کرده ما با هم زندگی میکنیم. دختر واقعه را به او نقل کرد. جوان گفت: یاری مهربانم، تو دل بزرگ داری. در آنجا محبتی صاف و صمیمی جوش میزند. لیکن من میخواستم که یک چیز را فراموش نکنی. پدری بای تو و آن دولتمندی که در ظالمی و بیرحمی مشهور است، بعد این واقعه مرا از این هم بدترش پدر و مادری مرا جزا می دهند. من به هر یک جزا طاقت کرده می توانم، ولی نمی خواهم که پدر و مادری بیچاره‌ام به عذاب و مشقت گرفتار شوند. خیز به نزد شوهرت رو. من تو را هیچگاه فراموش نمی کنم. عشق تو همیشه در دل من باقی خواهد ماند. دختر با دلی پرالم به خانه شوهرش روان شد و با او زندگی را ادامه داد. ای دوستی مهربان، گفت پسری پادوان به لختک، کدام از این 4 کس از همه زیادتر آدمگری نشان داد؟ البته چوپان پسر، گفت لختک. وی از محبتش دست کشیده هم خودش، هم پدر و مادرش، هم خود دختر را از عاقبت پرعذاب خلاص کرد. به فکر من، گفت پسری پادوان، از همه زیادتر راهزن آدمگری نشان داد. وی برخلاف عادت خود به دختر نیکی کرد. این برای کسی که غارتگر و راهزن است کاری آسان نیست. ای شما داناتراشانی کمندیشه، گفت فرشته ما، فکر هر دویتان هم غلط است.
شما آن دختری وفادار را فراموش کردید. وی در راه عدل و وفا هم هرچی از دستش آمد کرد. گپتان تماما درست، گفت پسری پادبان به فرشته ماه. در راه عشق دختر از همه زیاد جانبازی کرد. بعد پسری پادبان به لختک رو آورده سخنهایش را دوام داد. من حاضر قصه ای را نقل می کنم که در شرح معنی آن فرشته ماهی دانا و زیبا هم عاجز می ماند. می بینیم، گفت فرشته ماه، بود نبود یک پادشاه بود. گفت پسری پادبان. پادشاه دختری داشت که با عقل رسا و حسن بی‌نظیر خود مشهوری عالم شده بود. یک وقت از 3 مملکت بزرگ 3 شاهزاده به طلب دختر آمدند. دختر به هر 3 آنها گفت من کسی را به خود شوهر انتخاب می کنم که قیمتترین چیزی را که در عالم وجود دارد به دست آورده به من تقدیم کند. شاهزاده ها به جستجوی این خیل چیز رفتند. یکی کافته یک اسب پرواز کننده یافت که در یک نفس عالم را دور میزد. شاهزاده دوم آینه جهانما و شاهزاده سیوم سیب یافت که آن را سیب حیات می گفتند و هر کسی آن را می خورد عمرش دراز می شد. در وقت بازگشت آنها در شهر با هم واخوردند و از چیزهای یافتهشان همدیگر را خبردار کردند. شاهزاده ای که آینه جهانما پیدا کرده بود احوال دختر رو فهمیدنی شده آینه رو برآورد. به آینه نظر انداخته دیدند که دختر در دم مرگ است. همان زمان هر 3 به اسبی پرواز کننده سوار شده پیش دختر رفتند. اسب در یک نفس آنها را به نزد دختر رسانید. سیب را به دختر دادند. دختر خورده از مرگ نجات یافت. وقتی که دختر صحت شد هر 3 دعوای دامادی کردند. شاهزاده یکم می گفت که اگر اسب من نمی شد ملکه را نجات دادن ممکن نبود. شاهزاده دوم گفت که اگر آینه جهانمای من نمی بود بیماری ملکه را فهمیده نمی توانستیم. شاهزاده سیوم گفت که اگر سیب نمی شد ملکه از مرگ رها نمی یافت. پس ملکه کدام شاهزاده را به خود شریک زندگی انتخاب کرد؟ البته صاحب اسب را، جواب داد لختک. اسب پرواز کننده نمی بود، در وقتش رسیده نمی آمدند و ملکه نابود می شد. گپت نادرست، گفت پسری پادبان. مگر به آینه جهانما از بیماری مرگاوری ملکه خبر می یافتند؟ خبر که نمی یافتند ملکه نجات نمی یافت. واقعیت تماما دیگر خیل شد. گفت فرشته ما. دختر به صاحب اسب اظهار مینه‌داری کرده اسب را گردانیده داد. به صاحب آینه هم تشکر گفت اما سیب را گردانیده نمی توانست. بنابراین صاحب آن را همسر خود انتخاب کرد. آفرین، گفت پسری پادبان. احسن، گفت لختک با آوازی باریک و بلند خود. پسری پادبان نقل دیگر را سر کرد. یک پادشاه ظالم یک دهقان را کشتنی شده است. دهقان با تدبیر از دست پادشاه خلاص می شود. ای فرشته ماهی زیبا و دانا، شما گوش کنید و جواب بگویید. پادشاه 2 کاغذ پاره را پیچانیده به گنهکار دراز کرده است. اگر گنهکار کاغذی در رویش مرگ نوشته را بگیرد به قتل رسانیده می شده است. اگر کاغذی حیات نوشته را بگیرد از قتل آزاد می شود.
پادشاه دهقان را به زندان انداخته است و در فکر قتل او شده است، اما او را از روی تدبیر پیشتره جزا دادن نخواسته است که مبادا کاغذ حیات را گرفته از قتل خلاص شود. بنابراین بسیار فکر کرده یک حیله دیگر به کار می آورد. وی بر روی 2 کاغذ مرگ نوشته به دهقان دادنی شده است. شخص دهقان را از این واقعه آگاه می کند. دهقان وقتی گرفتن کاغذ کاری کرد که هم شخصی آگاه کرده نامعلوم ماند و هم خودش از مردن خلاص شود. دهقان چی کار کرده است ای بانوی خردمند؟ شاید به این سوال جواب گفتن شما دشوار باشد. گفت لختک به فرشته ما فکر نکرده جواب داد. دهقان یکی از کاغذ پاره ها را فرود برد و به پادشاه گفت بینید اگر در کاغذ دیگر حیات نوشته شده باشد پس من کاغذ مرگ را خوردم. در این حالت مرا به قتل رسانید. اگر برعکس باشد من آزاد شدم. پادشاه ناعلاج مانده او را نکشت. آفرین، 100 آفرین، گفتند لختک و پسری پادبان به فرشته ما. پسری پادبان باز نقل دیگر را شروع کرد. پادشاه روز اختیار سفر به بر کرده به راه برآمدنی می شود که پاسبان شتابان آمده می گوید پادشاه عالم امروز سفر نکنید. من امشب خواب دیدم که طوفان سخت خسته کشتی ها را نابود می سازد. پادشاه این گپ را شنیده یک روز بعدتر سفر کردنی می شود و به آدمانش می فرماید که رفته بفهمید که در بحر طوفان می شود یا نه. ندیمان خبر می آرند که در بحر طوفانی سخت به عمل آمده است. بعد از این پادشاه به پاسبان تحفه قیمت بها می دهد، اما همان زمان او را از پاسبانی می راند. برای چی پادشاه این طور کرد؟ پرسید پسری پادبان. من می دانم، گفت فرشته ما. پادشاه به پاسبان برای آن تحفه قیمت بها داد که گپی او را به انابت گرفت و از هلاکت امین ماند، اما برای آن پاسبان را راند که شبانه هنگام پاسبانی خواب کرده است و باز خواب هم دیده است. لختک و پسری پادبان این دفعه هم به فرشته ما احسن گفتند. بعد از این پسری پادبان به لختک رو آورد. ای دوستی عزیز، گفته لختک را به تگ رومال گرفت. تا این دم فرشته ماه نازنین را مجبور کردیم که درباره نقلهای بحث طلب فکر کند. وی خسته شدگی است. اکنون یگان حکایه گوی که دل خوش شود. خوب شده است، گفت لختک. من یک مادری کمبغل داشتم. ما چنان قشاق بودیم که لقمه نان برای خوردن نداشتیم. در وجودمان مدار نمانده بود. یک روز طاقت مادرم تاق شد و گفت تو تا کی از بیکاری سری به مویت را خاریده می گردی؟ بیرو به در خانه یگان بای خدمت کن، غم شکممون را بخور. من هم ناچار خدمتگاری یک بای شدم. بای یک رمه گوسفند داده فرمود که به صحرا برده چرانم. وی باز یک خر و یک خلطه و یک بند دراز داده گفت بگاهی یک خر هیزم و یک خلطه علفی تر هم گرفته بیار. رمه را به صحرا رانده بینم. در گرد و اطراف کسی نیست. در تگ یک درخت به حضور خواب کردم. 7 شب و 7 روز راحت کرده بعد خسته دیدم که هر گوسفند 2 برابر کلان و فربه شده است.
من این حادثه رو دیدم و به خواب شیرین تعظیم کرده گفتم ای خوابی راحت بخش، به تو بسیار تشکر. به عوض نیکیت انا این خر را گیر و سوار کرده گرد. همان زمان خر را خواب برد. بعد نقلش را دوام داد لختک. رمه را رانده به خانه بای روان شدم. رفته ایستاده بودم که یک گله گنبسک ها را دیدم. گنبسک های بیچاره زور زده باری وزنینی را غیلانده می بردند. به حال آنها رحمم آمد و بند را از خلطه برآورده به پیششان پرتافتم. آی نادانها، من این بند را گرفته بارهایتان را بندید و پشتاره کرده برید، کارتان آسان می شود. گفتم به آنها. گفته های ساده لوحانه لختک را شنیده فرشته ما خندید. با گنبسک ها خیر و خوش کرده رفتن گرفتیم. خیلی راه گشته در لب جوی آب دم می گرفتم که موشکی خاکسترنگ از درون خانه‌اش با گوش و فوکش خاک برآورده ایستاده است. اگر موشک یکون خلطه می داشت این خیل عذاب نمی کشید. سخنش را چنین ادامه داد لختک و باز علاوه کرد انا خلطه من را بگیر و خاک خانه‌تان را برآورده پرتا. بعد رمه را رانده به حولی بای آمدم. بای آلوس چشمانش را دهانی شاهکاسه برین کشاده، گوسفندانی شتر برین کلان و فربه را ندیده خر و هیزم و علف را پرسید. خر را خواب برد. بند را به گنبسک ها دادم. خلطه را به موشک بخشیدم. گفتم به بای تربه شکم خشمگین شده مرا زده پیش کردنی شد. نه گفتم من به او بینیم را کج کرده، تو از من به آسانی خلاص نمی شوی. من گوسفندهای تو را فیل برین کلان کردم و تو با من چرا چنین معامله می کنی؟ به این فکرها خواب را به یاری دعوت کردم. خواب آمد و به بای چسبیده وی را در جایش پخش کرد. بای زود دراز کشید. هرچند بیدارش می کردند بیدار نمی شد. زنان و خدمتگارانش او را به خانه درآوردند. بعد این گنبسک های و موش ها را دعوت کردم. یک موشک بر روی شکم و سری سینه بای در آمده پیراهنی حریرش را غلبیر کرده ریشش را خواید. گنبسکان سر و روی بای را پر از خاک کردند. به خواب جواب دادم. بای خیست. چشمانش از خواب ورم کرده بودند. ریشش خاییدگی، پیراهنش غلبیر، سر و رویش پر از خاک. با همین حال بر روی حولی برآمد. خویش و اقربای و خدمتگارانش خرد و کلان او را دیده قاه قاه خندیدند. این وقت فرشته ما هم بشره بای را تصور کرده به اختیار خندید. به خنده او پسری پادبان همراه شد. هر دو از تگ دل خیلی خندیدند. پسری پادبان تمام شب حکایت‌های عجایب و غرایب و افسانه‌های خنده آور نقل کرد. خواب از چشمان فرشته ماه پریده بود. یک زمان شعله آفتاب جهانتاب به نوری چهره فرشته ماه آمیخت و عالم منور شد. بعد از این فرشته ماه پرده را از میان برداشت و بر روی زیبای پسری پادبان نظر افکنده گفت ای جوان، شما دانا بوده اید، هنر نشان دادید و شرط را بریدید و پس از این می توانید مرا یاری یک کمره خود بدانید. جوان دو دل شده گفت ای دلبر عزیز، اولا
من پسری پادبانم و به شما که 10 شاهزادگان در آرزوی وصالتان آواره و سرگردانند هیچ سزاوار نیستم. دویم، همه سعی و کوشش من برای برادرم شاهزاده بود. یار من همان کس می شود که عقلی رسای و دلی صاف و خلقی نیک داشته باشد. شما همین خیل آدم بوده اید. من از فکرم نمی گردم دوستان شاهزاده هم باشد، چون این صفتها را ندارد. فرشته ماه نازنین به اهل شهر اعلان کرد که پسری پادبان شرط را بریده است. مردم شهر به شادی دختر با جان و دل شریک شده بزمی کلان برپا کردند. پسری پادشاه با خاطری آزرده و دل شکسته از شهر برآمده رفت. فرشته ماه نازنین خود را در پهلوی پسری پادبان خوشبختی دنیا می دید. انا همین بود افسانه امروزه ما. اگر افسانه پسند دل بزرگ شما شده باشد، خواهشمندم که علامت بسیار خوب را پخش نمایید. خانه آباد و سربلند باشید.